یک سوال دیگر داشتم. همونجا یک چند نفر زنها نوشتن که زنهایی که در ماه رمضان زنهای حایضه یعنی چیکار کنن که بیشتر ثواب گیرن؟ بغیر از ذکر یگان راه دیگر هست؟ بله، ذکر، دعا، میتونن قرائت قرآن گوش کنن از نوارهاش یا از اودیو. اینچونی علم بهترین عبادت که ایمان آدم را زیاد میکند و مرتبه آدم را میبرداره علم است. علم آموزن، تفسیر قرآن خوانند در این وقت اگر کتاب خوان باشند، کتاب خوانند، علم آموزن. همین گونه یعنی خودش با همین افطار دادن و طعام دادن و سحری تیار کردن و اینها هم تربیه فرزندای و آنها را آماده کردن به درس و این چیزا خودش علم است و عبادت است. و عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله و یرضاه. عبادت یک اسم جامع است. عبادت یک کلمه است، اسم است، اسم جامع است، یعنی بسیار چیز در بین خودش هم یک کلمه است و جمع کرده است. هر چیزی که الله تعالی دوست می‌دارد و راضی میشد، خواه عملهای ظاهری باشد خواه عملهای باطنی، همینها همش عبادت است. مثلا لباسهای شوهر و فرزنداش شستن عبادت است. الله تعالی از این کار راضی میشد، دوست می‌دارد. تازگی خانه عبادت است و میتواند با همراهی همین کارهایش صحبت علمی گوش کرده یا قرآن گوش کرده روان همین کارهاش کنند. در خانهش صدای قرآن ماندگی کارهاش کرده، هم دو طرفه هم ثواب میگیرد، هم کاری خانهش میکند، بینش هم ثواب است. و انسان وقتی که خواب میکند با نیت قوت گرفته خستن برای عبادت و هم از خوابش هم بهره میگیرد، ثواب میگیرد، چون که خواب هم از جانب الله تعالی نعمت است. الله تعالی میگه که وجعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما رو برای بدنهای شما همچون راحت به شما انعام کردیم. ببینید آنهایی که خوابشان نمیبرد این بیماری هست. در حق مخلوق خواب کردن این صفتی کمال است. وقتی که خواب کرده میخیزد قوت میگیره، لیکن البته وقتی سحری 1 ساعت 2 ساعت بر وقتر خسته، زنهایی که مثلا عذری نمازخوانی نداره، شما باید در این وقتها دعا، صلوات، ذکر، از همه بهترینش دعا، چون که از همه آدم عاجزترین آدم، تنبلترین آدم در عبادت ها، تنبلترین آنها در دعا. چون که دعا یه عبادتی که محض برای فایده شما، همه عبادت ها برای فایده شما است، لیکن شما در دعا چیزی در کاری خودتان از الله تعالی میپرسید تکرارا و آداب دعا را رعایت کنید. پیش از دعا حمد و ثنا به الله تعالی و صلوات و پیامبر صلی الله علیه و سلم، کلمه توحید را گفتن، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. بعد از آن توبه کردن و گناههای متقدم تا امروز چی گناهی از ما صادر شده باشه عفو کن، بیگناه کن. در حق کسی ظلم کرده باشیم، کسی را غیبت کرده باشیم، در حق آنها دعا میکنیم که آنها را هم هدایت کن، آنها را هم سعادتمند گردان. در حق آنها وقتی که دعا میکنید، در حق آنهایی که شما حق آنها را احتمال است که پایمال کردید نمیداند. بنابراین بعضی علما میگن که الله اگر گناهی بین من و بین تو کرده باشم آن را عفو کن، اگر بین من و بین خلق آن گناه باشد و یا از من برداشت کن، یعنی بر ذمه خودت گیر، اون آدم راضی کن و من جزا نده. بعد از آن شروع میکرد، یعنی بعد از آن طلب میکنید چیزایی که حاجت دارید، طلب و درخواست خودتان میپرسید. یعنی این بهترین عبادت. برای آنکه این عبادت خاصتا آدمی که معنای قرآن نمیفهمد دعا را معناش میفهمد، به زبان خودش که گپ میزند این برایش فهماتر و بالاتر است این عبادت کند. همین خیلی اگر در یک عبادت خسته شود به عبادت دیگر گذرد.